این ویلیجر بی تربیت به من تهمت زده که گاوشو دزدیدم و من بیگناهو به زندان انداخت و منم تو این ویدیو دارم جون میکنم که از این زندان فرار کنم. تا آخر این ویدیو رو ببینید. خب آماده شیم واسه فرار. اول اینجا رو ما باید بگردیم که تو این صندوقه انگار هیچی نیستش. خب باسید اما اینجا چرا خب این الان چیه؟ کاغذ به دردمون نمیخوره. اما اینجا باسید این سنگو میشه کندش. خب کندیمش. آها این اهرمو. خب در باز شد حاجی. ای بابا اینجا دیگه باید چیکار کنیم؟ در قفل واسه طبقه بالا بریم بگردیم. خب حاجی این دکمه. آها ایزی باز شد. خب بریم اینجا بسته است، هیچ هم نمیشه کندش. بریم اونوری. خب این باز شد. الان اینجا دیگه باید چیکار؟ آها کبریت. خب بعد بزنیمش واسه این دره. نه اصلا اینجا انگار هیچی نیستش. خب آها واسه اون یکی در است که بسته بود. میذاریمش اینجا دیگه. از این طرف هم میریم و تمام شد. نه هنوز تموم نشده انگار. آها این اهرمو باید بکشیم. خب دیگه الان باید چیکار کنیم؟ خب بریم. فکر کنم این پیش در پیش داره و یه ساعت بعد دور خودمون بچرخیم تا بتونیم مسیر رو پیداش کنیم. دیگه من نمیدونم کدوم وری برم. آها واسه این نه یه مسیر دیگه است. خوبه تمومش کردیم. خب الان اینجا دیگه باید چیکار کنیم؟ به همیشه یک این سوراخ هستش. ببین من چشام خیلی تیزه. خب ایزی باز شد. خب دیگه بعد اینو بریم اینو ببینیم به کجا میخوام. خب پارکورد شد حاجی. سخت شد ولی چون که پارکورد شده یه خورده مرحله‌مون سخت شد، اما پارکورد برای من ایزیه. سوختم. نه خب حالا این یکی استثنایی بود. خب تلاش دومو با بسم الله شروع میکنیم. خوبه آقا. یکی رو رفتم. قول بده ویدیومو لایک کنی. وای رفتم آقا. تو حساب اینه که آقا بجاش رفتم. الان خونک میشم. آقا سر قولت بمون. ببین من رد شدم. البته رون مکعبه که نیفتم اما تونستم رد شم دیگه. خب الان اینجا خب یه تلاش یا امام رضا. این دفعه قشنگ میخوام برم. خب تونستیم. اگه روی این مکعبه افتادم دیگه باید لایک کنی. تو همونم نیافتادم. خاک دوستم چون نوبم من. آقا ولی رد شدم. لایک کن همین الان لایک کن. خب الان اینجا دیگه باید چیکار کنیم؟ خب این مسیرم که بریم واسید بینم. آها ایناش. خب اینجا علامت. خب یه صندوق هم این زیره. اصلا خیته بابا. این چه مپیه که میسازیم؟ راحت دارم میبینمش دیگه. اینجا هم باید دنبال این دکمه بود. خب اینم فکر کنم اینم بکشیم. ایزی تا اینجا راحت اومدیم. خب اینجا باید باحال. خب دیگه چی؟ بیا بیرون دیگه. بیا بیرون. اچھا خوبه. چه راحت و ایزی ردش کردیم. این سنگه با بقیه فرق. از این سنگا اصلا تو مپ میشه کند. خب دیگه باید چیکار کنیم؟ خیلی خب حالا اینجا باید رد کنیم دیگه. بریم ببینیم به کجا میخوریم. میخوایم این زندان لعنتی فرار کنیم. خب بودو چند پیچ و خم داره اینجا. بیا سخت شد دوباره. ای باباشه. این دیگه یه خورده بر من آسونه.
خیلی دقت میخواد. آقا تونستم ردش کنم. خب چی شد دیگه؟ الان اینجا باید چی کار کنیم؟ ایزی تموم شد. بنازم تونستم فرار کنم. خدایش ایول، راحت تموم شد. من خود تمومش کردم. مرسی تا اینجا ویدیو دیدید. لایک کنید حتما. تا ویدیو بعدی خدافظ. چی؟ نه ویدیو هنوز تموم نشده. کاری دارم که باید انجامش بدم. چرا کردی مرا امشب نگهبان؟ چرا کردی مرا